نور محمد اشرف 5 سال باز اعضای محفلی رسامان است. به صنعت رسمکشی شوق بی‌اندازه دارد و در آموزش هنر رسامی از زمره شاگردان موفق به حساب می‌رود. در این مدت اشتراکچی آزمون‌های سرشمار به خصوص آزمون‌های بین‌المللی گشته است. وقت‌های خالی خود را با رسمکشی و نقش‌آفری می‌گذراند. در دوام 5 سال غالب آزمون جمهوری و بین‌المللی گردیدم و سال 2015 از طرف شعبه حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهره به 10 ساله آب برای حیات سالهای 2005 و 2015 آزمون جمهوری اعلام کرده بود. ما در آن آزمون در نمینه رسمی بهترین اشتراک نموده سزاوار جای اول گردیدم و به کنفرانس بین‌المللی آب برای حیات سالهای 2005 و 2015 اشتراک کردن را خط گرفتم و در آن کنفرانس واخوری با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و دبیر کل سازمان ملل متحد جناب پان کی مون واخوری گشتیم. ما و در آنجا خیلی تاثیرات زیادی را گرفتم و سال 2016 باشد از طرف کارخانه یونسکو بهره به 1000 سالگی شهر الماتای جمهوری قزاقستان آزمون بین‌المللی را گذراند و در آن آزمون در نمینه رسمی بهترین اشتراک نموده و سزاوار جای اول گردیدم و مهلت 7 روز در جمهوری قزاقستان به فستیوال بین‌المللی کودکان صلح را تاثیر میکنند اشتراک نمودم و با دیپلم کارخانه یونسکو سرفراز گردیدم. مشغول شدن به صنعت رسامی بر رشد ذهنی، تربیت استتیکی و تشکل احساس زیبایی شناسی نورسان مساعدت می‌نماید. از این خاطر مسافران محفل رسامی با مراقب به اندازه همروزه به مشغولیت‌ها حاضر می‌گردند. منیژه یارو یکی از شاگردان است که همروزه از دهات به این محفل می‌آید. من در این محفل طولی 2 سال می باشد که تحصیل کرده ایستادم و من خیلی از این محفل چیزهای زیاد آموختم. می خواهم در آینده آرکیتکتور یا دیزاینر شوم. به خاطر هوسمند نمودن اعضایان محفل از جانب شعبه معارف شهر ترسونزاده و بخش جوانان به طور دائمی آزمون‌ها تشکیل گردیده رسم‌های بهترین مصوران در نمایشگاه آثارخانه ملی شهر ترسونزاده و معرض تماشا گذاشته می‌شود. در نزد آثارخانه تاریخی کشورشناسی شهر ترسونزاده محفل‌های نقاشی، رسامی، کنده‌کاری در چوب، کلالگری و هیکل‌تراشی عمل می‌کند که امروز زیاده از قریب 100 نفر خوانندگان بعد در دوام تعطیل تابستانه خود به همین هنرها فرا گرفته شده است. محفل رسامی این چنین یکی از محفل‌های می باشد که سالیان زیاد وجود دارد. بسیار مکتب بچگان همین محفل رسامی این چنین مکتب بچگانه صنعت شعبه رسامی ختم نموده بعد از آن در آموزشگاه و هنرستان‌های رسامی کشور هنر آموخته در پیشرفت جامعه سهم ارزنده خود را گذرانده ایستاده‌اند. در زمان سایر استقلالی کشور برای بالا بردن شوق صنعت تصویری شروع از باغچه‌های کودکانه و مکاتب تحصیلات میانه عمومی مشغولیت‌ها و درس‌ها به راه مانده شده است. محفل رسامی مؤسسه‌های تحصیلات علاوه‌ای شعبه معارف شهر ترسونزاده واسطه خوب است برای تکمیل هنر و استعداد نسل نورس در جاده رسامی.